سلام، من ارغوانم. اینجا کارگاه منه. تازه شروع کردم. البته که یوتیوب تازه شروع کردم، ولی خب 2-3 ساله که دارم روی محصولات چرمی نقاشی میکشم. خوشحال میشم همراه هم باشین. اینجا خونه منه، یه خونه که قدیمیه و دنج کوچولو نقلیه. طبقه پایینشو من تبدیل کردم به کارگاه. یه حیاط کوچولو داره. بعد اینجا پشتم سینک و اینها بود که من پرده زدم تازه و میخوام جلوشو کلی کار هنری خوشگل و خفن بذارم برای بک‌گراندم. بعد اینجا یه انباری کوچولوه که دیده میشه در قدیمیش و اون سمت خونم که قبلا پذیرایی خونه بود خود چرم آویزون کردم. یک میز دارم که اینا همه رو براتون نشون میدم و یه دکور قدیمی داشتم که خودمون با روش پاپیه ماشه تونستیم که ریمودلش کنیم و یه چیز خفن و جالبتر به دست بیاریم. ویدیو امروز رو میذارم فقط واسه معرفی، ولی خب من امشب میخوام بشینم نقاشی بکشم روی قاب گوشی چرمی و من نقاشی میکشم. خوشحال میشم که شما از اولش همراه هم باشید. 2 سفارش دارم که یکیش قراره روش آرم بنز بخوره، اون یکی دیگه هم با طرح فضا باشه. بعد من اینستاگرامم دارم، اونجا فعالیتم خیلی بیشتر و جدی‌تره، محصولاتم همش اونجا هست. ولی خب اینجا جزئیات و اینکه تغییراتی که میخوام دکوراسیون اینجا بدم، رگالایی که خودمون درست کردیم، همه اینا رو من بهتون نشون میدم. بیشتر که دلم میخواد بیام اینجا با هم صحبت کنیم اینه که من تازه از سن 30 سالگی متوجه شدم که از دنیا چی میخوام چی کار کنم. قبلش فقط دنبال این بودم که راهمو پیدا کنم، ولی حالا از سن 30 سالگی دیگه من به یک آرامش فکری رسیدم که دنیا چیه و من چی میخوام و اینها. من فقط میخوام اینجا به خانومایی که توی ایران زندگی میکنن با همه محدودیت‌ها بگم که ما میتونیم خودمون به هر سختی که باشه به دست بیاریم. من عاشق تولید کردنم، من عاشق اینم که کلی کار خفن بدم بیرون و هنرمو نشون بدم. از شروع نترسیم و با هم دیگه شروع کنیم. اینجا قراره کلی کار با هم انجام بدیم. من قراره دفترچه درست کنم، قراره که پاپیه ماشه رو فیلمشو براتون بذارم، بعد قراره رگال درست کنیم که اینا همه رو من نصف راهشون تقریبا همه رو رفتم و فیلمشو گرفتم براتون میذارم. قراره با هم نقاشی بکشیم، قراره کار هنری بکنیم و اینا همه نشون میده که هیچ وقت دیر نیست. من الان دیگه نزدیکه که 33 سالم هم تموم بشه، ولی خب با وجود یه بچه، ولی خب الان هیچ کدوم اینا مانع نمیشه برای اینکه شروع کنم و میخوام یک کارآفرین باشم، میخوام یک تولید کننده باشم و شروع هم کردم. از افتادن، از شنیدن حرفای منفی، از این اتفاقا نترسیم. ما خانما بیایم به هم کمک کنیم. البته که من خودم 2 مرد قوی پشتم هستن، همسرم و برادر همسرم و همیشه همراه هم بودن، ولی خب در کل برای یک مادر توی ایران سخته اینکه بخواد تغییر رو از خودش شروع کنه. به بقیه ما کاری نداریم. همراه هم باشین. فیلم ها رو براتون، جزئیات کارگاه رو براتون کلیپ درست میکنم، فیلم میذارم و ببینیم تو ادامه. اینجا اون دکوریه که گفتم یه دکور زشت قدیمی بود که برچسب داشت. من با امیر و ابوالفضل با پاپیه ماشه درستش کردیم. خیلی مرتب شد. این مثلا این قسمتاش سوراخ داشت که هیچ روشی نمیشد آدم اون سوراخو بپوشونه. بعد اینجا یک کوچولو داره دیده میشه. من روشو چسب زدم، بعد اومدیم با پاپیه ماشه سفتش کردیم و به شدت سفته، خیلی سفته، اصلا کندنی نیست دیگه، خیلی چیز عالیه. بعد حالا این قراره که ما روشو سنباده بکشیم. سنباده که زدیم، بعد یه لایه رنگ سفیدم روش بخوره و که اینجا چون سقفش کوتاست، سقفش اینجاست، بعد رنگ سفید باشه بهتره کنار این سبز.
اینجا هم که کارگاهه، این طرف رگالای چرمه. اینجا چرمای گاویه، خیلی خوشگلن. یه خورده باید رسیدگی کنم. اینجا چرمای بزیه، این قسمت هم رگال چرمای بزیه. بعد و قسمت جذاب اینه که من خودمون اومدیم رگال درست کردیم. قرار روش چوب بخوره و اینجا محصولاتمون آویزون بشه. این پایینش هم میخوام باکسای چوبی بذارم توش محصول بذارم. یک رگال دیگه هم درست کردم. این رگال هم همینطور اینجا قراره چوب باشه. بعد با اون میز شالا براتون حتما من فیلم های کامل تر میذارم. اینجا هم رو میز یه خورده به هم ریخته هست. این میزم خودمون ساختیم، میز چوبی، چوب و ترکیب فلز. میام مرتبش میکنم و براتون دوباره فیلم میذارم. این هم از اینو. حالا میام اینجا رو مرتب میکنم براتون فیلم میذارم. اینجا هم که کارگاه نقاشیمه، کنج کارگاه. من خیلی دوست دارم اینجا میز خیاطی بذارم. میز بذارم خیاط بیاد اینجا بشینه. اینجا هم راه پلاس به طبقه بالا، این هم خودمون درست کردیم. اینجا رو بپوشونیم، یک در بذاریم. بعد اینجا من چرخ خیاطی رو بذارم، خیاط بشینه اینجا. این پشتم پر از ابزارهای خیاطی باشه و خیلی جذابه. اینجا هم که دکور درست کردیم محصولات رو بچینیم. حالا الان میرم چند تا محصول میارم میشه، ولی خب بعد رنگش کنیم قشنگ‌تر میشه. اینجا هم بچه رو داریم، پیرمرد خیلی خسته ولی همپای من.